بسم الله خیر الاسماء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما بینندگان جان، ساکنان ایران بزرگ اسلامی. هر کجای این خاک پاک که هستید، درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده به افق فلسطین از شبکه افق. همونطور که احتمالاً در شب گذشته به اطلاعتون رسوندم و در جریان قرار گرفتید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی در جریان قرار گرفتید و میدونید، امشب آقای دکتر سید مصطفی خوشچشم مهمان ما هستند. کارشناس مسائل سیاسی که بالاخره درخواست و تقاضا و دستور در واقع برای حضور ایشون در برنامه زیاد بود، ما هم اطاعت کردیم، ایشون رو هم دعوت کردیم، ایشون هم لطف کردن، بزرگواری کردن. امشب 70 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم تا هلوش 9 و 10 دقیقه شب. امیدوارم که به من و همکارانم افتخار بدید، نگاه مهربانتون رو به قاب شبکه افق بسپارید. 10 دقیقه خبر مرور می‌کنیم و بعد هم با آقای دکتر خوشچشم صحبت خواهیم کرد. زمان کمه، کمتر صحبت بکنم. الهی من قربون این پرچم قشنگ بشم و دم شما گرم بچهای تصویربردار، خیلی ممنونم. و دست و پنجه گرافیستای عزیزمون درد نکنه که این سه رنگ قشنگ رو این شکلی ترسیم کردن. با هم لبیک یا حسین بگیم. برگردیم اینجا با شما هستیم در برنامه زنده به افق فلسطین. خوش آمدید. یه تصویر تکراری اما دردناک، ساختمان‌های ویران، کودکان خاکی، مادرهایی که فقط به آسمون نگاه میکنن و امیدی ندارن. اما یه سوال، واقعاً کی پشت این جنایت هاست؟ آیا فقط ارتش اسرائیل؟ این زن فرانچسکا آلبانیزه است، گزارشگر ویژه سازمان ملل. از سال 2022 با مأموریتی مستقل و بی‌طرف از سوی شورای حقوق بشر شروع کرده بررسی نقض‌های حقوق بشر تو فلسطین. گزارشاش اونقدر محکم و مستند بود که مأموریتش سال 2025 با رأی گسترده تمدید شد. اما چی گفت که آمریکا تحریمش کرد؟ آلبانیزه گفت که پشت این جنگ فقط گلوله نیست، یه اقتصاد عظیم و حساب شده است، یه ماشین پولسازی با موتور شرکت‌های چند ملیتی. اون گفت نسل کشی بدون تکنولوژی فقط یه فکر خام بود، این شرکت‌ها بودن که واقعیش کردن. حالا بریم ببینیم تو گزارش آلبانیزه دقیقاً از کیا اسم برده شده. شرکت لاکید مارتین آمریکایی و البیت سیستمز اسرائیلی با ساخت جنگنده‌ها و پهپادهای مرگ آسمون غزه را به میدون قتل عام تبدیل کردند. در کنار اون گوگل، مایکروسافت و آمازون با ارائه زیرساخت‌های فناوری، سیستم‌های نظارتی و هوش مصنوعی، کنترل و سرکوب مردم فلسطین رو تسهیل کردند. شرکت مکروت اسرائیلی با در اختیار گرفتن 97% از منابع آب، زندگی رو به ابزار فشار تبدیل کرده. شرکت‌هایی مثل شورون آمریکا و گلنکور سوئیس هم سوخت لازم برای ماشین جنگی اسرائیل رو فراهم کردند. بانک‌هایی مثل BNP پاریباس فرانسه و بارکلیس بریتانیا با پول این جنایات رو تغذیه کردند و شرکت‌های بیمه‌ای مثل آکسای فرانسه و آلیانس آلمان پوشش مالیش رو فراهم کردند. حتی دانشگاه‌هایی مثل تکنیون و دانشگاه عبری اورشلیم با طراحی ابزارهای کنترل و همکاری با یگانهای اطلاعاتی ارتش علم رو به خدمت اشغال درآوردند. اینها فقط شرکت نیستند، ستون‌های اقتصاد نسل‌کشی‌اند. اما هنوز یه روزنه امید هست. تو دل این تاریکی آدم‌هایی مثل فرانچسکا آلبانیزه هستن که حاضر شدن تنها بایستن، حقیقت رو بگن و تاوانش رو هم بدن. اون تحریم شد، تهدید شد، سانسور شد، اما کوتاه نیومد. از شرکت‌های تسلیحاتی گرفته تا بانک‌ها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های نفت و گاز، همگی توی این زنجیره جهانی شریک جرمند. این فقط یه جنگ نظامی نیست، این یه ساختار جنایتکار جهانیه. وقتی دانشگاه توجیه میکنه، بانک تأمین مالی میکنه، شرکت انرژی سوخت میفرسته و رسانه سکوت میکنه، نسل کشی به واقعیت تبدیل میشه. اینا فقط شرکت نیستن، اینها شاهرگ‌های اقتصاد نسل کشی هستند. فرانچسکا یکتنه ثابت کرد نسل کشی مردم غزه فقط پروژه رژیم اسرائیل نیست، بلکه یک جنایت سازمان یافته جهانیه. فرانچسکا برای حرفش هزینه داد، اما آزادگی خودشو نفروخت. کاری که همه آزادیخواهان باید در برابر باند جنایتکار جهانی انجام بدن.
خیلی خوش آمدید بینندگان محترم و درود به هموطنان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن. آقای دکتر سید مصطفی خوشچشم، تحلیلگر مسائل منطقه و سیاسی اینجا با ما هستن. سلام میگم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما، دستاندرکاران برنامه و بینندگان عزیز. خدا قوت به شما. یه بار دیگه به بچه‌های گرافیستمون خدا قوت میگم بابت این طرح قشنگی که زدن. راجع به ایران عزیزمون صحبت می‌کنیم، راجع به احتمالاتی که حالا در منطقه ذرم داره بالا میگیره. آره چه خوب بود. من بیرون یه لحظه که قبل از که بیام رو مانیتور دیدم سه‌بعدی کار میکنید، هواپیما اومد تو، آره. بمب منفجر شد، نمیدونم چیز ریخت بیرون، ترکش. خوبه نه این پیشرفت خیلی خوبیه، یعنی جلوه های بصری خیلی خوب ازش کار کشید. الان قراره به هواپیما بیاد بالا سر ما. نه الان دیگه شما قراره که بمباران کنید. با شما هر بار صحبت میکنیم خیلی بازتاب پیدا میکنه و بینندگانمون خیلی عرض کردم، نمیدونم شما شنیدید یا نه، اتاق انتظار احتمالاً بینندگانمون خیلی مشتاقن که مثلا ما هفته‌ای دو هفته‌ای یه بار بتونیم با شما گپ و گفت داشته باشیم و خب به لطف خدا هم اونچه که فرمودید تا الان 70 80 90% درست از آب در اومده. جدی من فکر کنم 100%ش درسته. نه اون 10% هم گذاشتم برای بعضی احتمالات. آخه میدونید تا قبل از این جنگ تحمیلی اون تحلیلگرا و اینا یه دقیقه گوشاشون رو بگیرن. ما هر تحلیلگری که باشون صحبت می‌کردیم، حالا در برنامه خارج برنامه، گفتن جنگ چی اصلا اتفاق نمیفته. بعد که جنگ شد الان هر کجا صحبت می‌کنیم میگن جنگ میشه، حتما میزنه. بالاخره انقدر میگن که یه روزی اگه اتفاق افتاد بگن دیدید ما گفتیم درسته. حالا نظر شما چیه؟ والا ببینید، اولا تحلیلگر بر اساس داده‌هاش و نوع تحلیلش حرف میزنه و خب ماها کفبین و نمیدونم فال قهوه و پیغمبر استغفر الله اینا که نیستیم، با ارواح و اجنه و موکل و والا. یه روزی یه جایی بودم، مثلا یه بنده خدایی که حالا چیز بود، مسئولیتی هم داشت و اینها، همینا رو میگفت تو مثلا موکل داری؟ گفتم موکل، من وکیلم. اون جنم این حرفا چیه میزنی آخه؟ گفت اینه اون، همه چیز رو گفت. آره. الا اینکه بالاخره مطالعه میکنی فلان اینا. گفتم ببین همه رو گفتی الا اینجور نیست که ماها هر چی بگیم درست در بیاد. حالا ممکنه یه چیزایی بگه همش غلط در بیاد. بالاخره بر اساس تحلیلش حرف میزنه دیگه. بله. خب هم بر اساس داده هاست، هم نوع تفکر، لطف خداست، البته که لطف خداست، و هم بر اساس مکانیزم مغزی آدمی. مغزش برای لاجیک و منطق خوبه، یکی دیگه برای شعر خوبه، یکی برای هر کسی برای یک کاری دیگه. ذهن کاراگاه گونه میخواد، ذهن دقیق ولی در عین حال جامعه نگر میخواد، ریزبین و جامعه نگر میخواد. حالا همه اینا لطف خداست. یه موقع 4 تا حرف من میزنم درست در میاد، از فردا خدا اراده کنه اصلا همین الان امشب هر چی من میگم غلط در میاد. مثلا همین که شما پرسیدی الان همه میگن که مثلا آره نه اینطوریه و فلانه میشه. خب اگه از بخش نظامی ما بپرسی شما، قطعاً باید همیشه آماده باشه. اون فرضش رو اصلا برای این میذاره بخش نظامی کشور که خب همین الان اگه شد چه کار کنم. کار درستی هم هست، اصلا همیشه همینه. حالا بخشای دیگه تحلیلگرا، حتی از ترامپ و نتانیاهو هم بپرسی باز همینو میگه میزن. فکر کنم فقط منم که منطقی برای زدنش نمیبینم. حتی 2-3 شب پیش دیدم آقای عراقچی هم گفت به عنوان وزیر خارجه نمیگم اینو، ولی به عنوان کارشناس روابط بین‌المللی که 30-40 سال کار کرده میگم که جنگ غیب الوقوع نیست. من ببین جنگ منطق میخواد. اینجوری نیست من تو عصبانی بشم یه مشتی بزنم که نیست. منطق میخواد. خب منطقش چیه؟ بررسی کنیم چرا از روزهای 8 به بعد که توی اون جنگ، یعنی از جمعه بعد از شروع دفاع مقدس 12 روزه، دست ما موازنه دیگه تثبیت شده بود که مساوی است، میرفت برای برتری و معلوم هم بود اگه ما بخوایم بریم برتر شیم آمریکا ورود میکنه حتما. برای همین من مثلا چندین ساعت قبلش گفتم که آمریکا میاد تو جریان، گفتم میاد میزنه. بعد اتفاقا این اتفاق افتاد. چرا؟ چون منطقی روش حاکمه. اینجوری نمیتونه که بذاره شما اسرائیل رو درو کنی. خب چرا اینها اینقدر پیغام پسخام کردن از چند مسیر که آتش بس و اون شب آخر همه زورشون رو زدن در حمله که ما رو متقاعد بکنن، به خاطر اینکه از یه طرف
ما مثل وعده 1-2 یه چند ماهی که فاصله بود بله. کلی اطلاعات برای ما آورده داشت. وعده 1 فکر می‌کنم اینجام گفتم که ما بچه‌هایی که کار موشک و اینها انجام میدن و ساخت موشک، اینها اصلا خونه نرفتن به غیر از یک فکر میکنم تاسوعا و عاشورا، پنجشنبه جمعه هم نمیرفتن، وای میستن کار میکردن. آمریکایی ها رو توییترشون، دانشمندای هوافضا و نظامی‌ها پنتاگون اظهار تعجب میکردن، میگفتن آقا چی کار دارید میکنید که 26 تا آزمایش کردید؟ اونها داشتن از بالا رو ثبت میکرد دیگه. 26 تا یعنی مال 5 سال، یعنی فهمیده بودن. قلقگیری کردیم. تو وعده 2 هم همین اتفاق افتاد، یعنی کلی به دانش ما نسبت به پدافند او افزوده شد. توی این 12 روز هم همین اتفاق افتاد. اینو کی میگه؟ اندیشکده‌ها و رسانه‌های در حقیقت خود اسرائیل و غربی‌ها همه میگن از روز اول تا روز 12 میزان اصابت موفقیت آمیز موشک‌های ایرانی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. بله. در صورتی که ما روزهای اول، مثلا روز اول 150 تا 200 تا زدیم، روزهای مثلا 2 روز مونده به آخر کار یه دونه تکی زدیم که فکر می‌کنم فتاح بود، دقیق جلو ساختمون مایکروسافت خورد توی یه منطقه فوق امنیتی که پارک فناوریشه تو برسب. بله. خب تاکتیکا رو تغییر دادیم، نوع موشک رو تغییر دادیم، نوع ترکیب موشک با پهپاد و غیره رو، ساعات رو تغییر دادیم، هی یاد میگرفتیم و فهمیدیم که آقا به جای 150 تا 200 تا زدن بازی کن باهاش، 5 تا 6 تا هدفهای متفاوت، اینطوری ساعت‌های مختلف، همه چیز. بله اول نصف شب میزدیم بعد رفت. بنابراین دست ما توی اصابت برتر میشد. نتایج خود اونام اعتراف کردن، من از قول خود اونا میگم که خیلی هم معروف شد. از طرفی او هم پدافندش ضعیفتر میشد. تاد فکر میکنم قبل از اینکه من بیام یه چیزی راجع به تاد داشتیم. بله گفتن یه سال باید تولید بکنه تا جبران بکنه. بعیدم هست. مثلا تولید تاد پارسالش بوده 11 عدد. کلا این 9 یا 11 تا سیستم تاد آمریکایی اگه داره، 2 تاشو داده به اینا با خدمه. هر سیستم تاد 6 تا تراک داره، تریلی داره، هر کدوم 8 تا روش لانچ میکنه، یعنی 6 8 تا 48 تا هر سیستمی. پارسال چقدر حالا اینی که میگن دیگه تو فضای آشکار هست، چند تا دونه موشک تاد تولید کرده؟ 11 تا. امسال چند تا؟ قرار 12 تا. یعنی جفت 2 سال رو هم جمع کنی به اندازه نصف یکی از این گردانهاش نمیشه. خیلی کم داره. باید هم اینطوری باشه ها، چون هم خیلی پیشرفته است. همین که کسی که آمریکا رو میخواد بزنه، بعد مسافت و اینها داره، قاره نصف یه قاره است. با موشک معمولی که نمیزنه، 10 میلیون موشک هم بزنه فرق ما. هر کی میخواد بزنه باید اتمی بزنه دیگه، رو چین، روسیه، کره، ما هر کی که با سرعت بره، کلاهک کوچیک باشه، هایپرسونیک سریع بره، برسه که تو راه نزننش و اینها. بنابراین لزومی نداره شما بری مثلا 20000 تا 30000 تا بسازی تاد. شما باید تعداد کم بسازی اما پیشرفته دیگه. ولی همینا رو که مستقر کرد تو اسرائیل دیگه همه رو خرج کرد دیگه. آها، مسئله اینه. این 2 تا سیستمی که داده، حالا میگن بین 100 150 تاشو زده موشک رو. خب این کم داره. همین الانش هم همون موقع هم اعلام شد توی اواخر کار که بایستی این 25% ذخایر آمریکا بوده، بعد بره 25% دیگه بده. خب اگه بده ذخایر خودش میشه 50%. تولیدم که خیلی طول میکشه. اینا هم این شکلی نیست که بگی آمریکا پول داره یه شبه میتونه مثلا خط تولید یا 3 روزه یه هفته خط تولید جدید، اینجوری نیست. خب ریسک داره براش اگه بخواد 25% دیگه بده. فکر میکنیم که باشه میده 25% دیگه میده تا برای یه هفتهش کفایت میکنه، دوباره 1-2 هفته. پیکان 3 که اونم بیرون جو مثل تاد، ضد بالستیکیه که بیرون جو درگیر میشه. پیکان 3 رو باز آمریکایی‌ها داره براش تولید میکنه، گرچه سیستم مال خودشه. اونم همین حالته، اونم طول میکشه تولیداتش. بنابراین تو این فاصله 2-3 ماهه نمیتونه. سالها کار کرده، پیکان 3 رو درست کرده، تازه تاد بهش داده، این همه مال ما خورد. بله. الان تو 2-3 ماه مگه چقدر میتونسته اصلا تولید کنه که بتونه حتی مثل همون 12 روز، مثل روزهای اولش دفاع کنه؟ پس دفاعش ضعیف‌تره. درسته؟ بله. به پدافند ما که آسیب زده بود دیگه، حالا فرمانده محترم پدافند ارتش گفت که همین هفته که ما ترمیم کردیم، جایگزین کردیم و اینها. ولی
قطعا اینطوریه. وقتی شما سیستم‌های دفاعی آسیب می‌بینه، میری برای اینکه بهترین دفاع میشه حمله. برای او میشه، برای ما هم میشه. دو طرف است. بله. او که آمد زورشو زد دیگه، تو این 12 روز تو حمله هم زورشو زده. بله. خب آخرین حدشو نشون داده. ما این که به قول رئیس محترم ستاد مشترک نیروهای مسلح ما امیر موسوی 3 بار گفت ظرف 1-2 هفته که اگه حمله کنه این بار اولا ما هم به شدت میزنیم. یه بار سوم بود فکر میکنم، خب جمله کلیدی گفت ما دیگه محدودیتی نخواهیم داشت. یعنی خط قرمز رو میذارم کنار. حالا این معانی مختلفی داره. معنیش تغییر تاکتیک در حمله است. یعنی دیگه اینجوری نیست که حالا خیلی خوب مثلا روز عید بود، روز دوم مردم در خیابان بودن اینها، به خاطر اون حمله موشکی ما نکردیم تا شبش. بله. یه ملاحظاتی داشتیم. درست. از اون طرف وقتی اسرائیل میزدیم مناطق مسکونی که نمیزدیم، اون شهرکایی که نشون دادن زدیم شهرک نظامی خلباناش بود. اون برج بلند مرتبه‌ای که زدیم محل اسکان چند تا فرماندهش بود. ما که این کارو نمی‌کردیم. اوست که 80% شهدای ما از غیر نظامی‌ها و بیگناه همینجوری اینها رو شهید کرد. ما تغییر تاکتیک خواهیم داد. معنی داره برای اونها. میفهمن که یعنی موشک‌های مخرب‌تر میفرستیم و قطعاً با حجم بالاتری از جاهای مختلفتری حمله خواهیم کرد. ممکنه اصلا فقط موشک نباشه ها، ممکنه شما یه دفعه ببینید روی زمین یا آب یا جای دیگه هم اتفاقی بیفته. این وقتی میگه بدتر میزنم یعنی تاکتیک هم تغییر خواهد کرد. اونا میدونن ما درست میگیم. گفتم به همین دلیل ساده نظامی که شما وقتی پدافندت آسیب پذیره و شما میرید بهترین دفاع حمله است. حالا سوال اینجاست، همه اینا مقدمه‌ای بود برای اینکه جا بیفته قضیه. بله. این کدوم هدفه برای او انقدر ارزش داشته باشه که دفاعش مثل سابق هم نیست؟ ضربه دیده، قرار ما هم شدیدتر حمله کنیم. خب بله. و خساراتش خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. بله. این کدوم تارگت و هدفیه که براش اینقدر ارزشمند باشه که ریسکشو بپذیره و دوباره بجنگه؟ ریسکشو بپذیره، ریسک بزرگتری رو بپذیره. بله. ممکنه که بگه هسته‌ای. خب هسته‌ای که میگه زدم، یا زده یا نزده. اگه زده که خب پس چی رو میخوای بیا؟ اگه نتونستی که GBU 57 بزرگترین بمبت، قوی ترین بمبت بود دیگه، بالاتر چی؟ میخواد بگه موشکی، باز همین صادقه. میخواد بگه مقاماتو میخوام بزنم، اون دفعه که عنصر غافلگیری در دستت بود نتوانستی یک سری بزنی دیگه، مجموعه از آدم ها رو که نه اونایی رو که زدن هیچ، اونایی که نتونستن. الان که دیگه خیلی احتمالش کمتره. فلذا من دلیل منطقی در شرایط فعلی ها نمیبینم، اما یه شرایطی وجود داره. اگرم حمله بکنه به نظر من حالا 3 روز 4 روز خیلی بعیده دارم میگم از نظر من. بله شما به لحاظ تاکتیکی که نگاه کنی منطقه پر انبار باروت بود، نگه داشته. اگه بخواد رو شما فشار بذاره که بری پای مذاکره چه با اروپا چه آمریکا، باید تهدید معتبر بکنه، باورپذیر. خب اگر همه ادواتش از منطقه ببره بیرون تو رو تهدید کنه که دیگه باور میکنی. خرج کرده تا اینجا آورده، خب باشه اینجاست دیگه. منم بودم ادواتمو نگه می‌داشتم، یعنی خیلی بیشتر از اینا بازی می‌کردم. مثلا میگفتم کل سفارتخونه‌ها ببندید، این حسو بدید. بله. که میخوام حمله کنم برای فشار روانی. حالا مسئله سر اینه که تو اگر یه همچین کاری بکنی عواقب بدی خواهد داشت برات. هدف آنچنانی هم به نظر نمیرسه. در شرایط عادی من منطقی نمیبینم، مگر اون دفعه اینا خودشونو کشتن. 6 مرحله کار میخواستن، 6 مرحله‌ای انجام بدن. اول هسته‌ای، دوم موشکی و نظامی، سوم اختشاش. اگر اختشاش پا میگرفت اون وقت گروه‌های تروریستی فاز 4 بود، ایجاد خطوط درگیری 5 بود، بعد 6 هم زیر ساختار مثل سوریه بیان بزنن و تجزیه و اینها. خب اون دفعه موفق نشدن، خودشو کشت، همه جا رو هر کاری که میتونست کرد. حالا فرصت توضیحش نیست، وگرنه ریزش رو میگفتم این چطوری برنامه چین که بخواد اختشاش درست کنه. خب نشد، هم دیدن. برعکس هم شد اتفاقا. کلی برای بچه‌های
نسل زد و اینها با همون سر و شکل خودشون اومدن ضد این وایسادن و پشتیبانی از کشورشون کردن. نتیجه معکوس داد. کی شما از عملیات نظامی استفاده میکنی برای ایجاد اغتشاش؟ وقتی در جنگ ترکیبی عملیات شناختی، عملیات روانی، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای بین المللی، مداخله ارضی و قس الهازا نتونه جمعیت هدف رو به خیابون بیاره. آخرین حربه اینه که برو حمله کن، تضعیف کن که اینا بیان بیرون، یه پیاده نظامی جور کن بیان بیرون. بله. این نتونست این کار رو انجام بده، شکست خورده قطعا. حالا اگر سر چیز دیگری اصلا خودمون به خاطر کم و کاستیم باعث یک همچین هرج و مرجی بشویم، یعنی اغتشاش به وجود بیاریم، اون وقت او میاد. من در این شرایط ممکن میدونم، نه ممکن، قطعی میدونم، به خاطر اینکه خیلی مشخصه از همون جایی که شکست خورد کات شد. بله. حالا از اینجا به بعدش رو، یعنی او دنبال اینه تماما. شما برید رادیو تلویزیونای فارسی زبانی که مثل صدای اسرائیل عمل میکنند و برید رصد کنید، همه هدف اینه. یعنی این دفعه اصلا حربه دیگه ای نداره برای ایجاد اغتشاش دیگه. بله. تهش و صدش رو استفاده کرد که نظامی بود. بله. اما اگر حالا شما وضعیت این گونه داشته باشی، خودت به دلایل دیگه به وجود بیاد، اون وقت قطعا او یه همچین اقدامی میکنه. سرجمش اینه تو شرایط فعلی من ممکن نمیدانم، منطقی براش نمیبینم. به جاش یه سناریوی دیگه ای میبینم 50% هم از نظر من رفته. نمیگم حالا حتما این ماه اون ماه، از الان تا 3-4 سال دیگه که من معتقدم 3-4 سال دیگه درگیری اصلی ما و اسرائیل خواهد بود. شروعش اگه تا 3-4 سال دیگه هم این کارو نکنه که حتما خواهد کرد، 3-4 سال دیگه شروعش اینه. همین الان هم ممکنه این کارو بکنه، ممکنه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. سناریو اصلیش اینه. دیدم سناتور جیمریش هم چند شب پیش راجبش دوباره صحبت کرد. اینا طرحشون اینه سوریه رو، ایالت‌های غربی رو، استان‌های غربی رو بکنن، دولت جولانی اونجا، یا جولانی یا هر کی اصلا فرق نمی‌کنه، جمعیت سنی رو تو اون منطقه تشکیل بده. ارتش جولانی سر مرز لبنان آماده. علوی‌ها و شیعه‌ها که فرار کردن رفتن از سوریه به سمت لبنان، اول آواره بودن، بعد چند تا شهر و شهرک ساخته شد و اومدن اونجا. امنیت هم با حزب الله است. از بالا، چون اونجا پدافند نداره، نه سوریه نه عراق نه لبنان، از بالا با چند تا هواپیما اونجا رو بزنه، یعنی بیاد شرقو بزنه. از پایین پیاده نظام جولانی بیاد، نه فقط برای قتل عام، برای گرفتن و اشغال اون بخش از لبنان که با غرب سوریه یک کشور درست کنه. منطقه جنوب و سویدار هم که عملاً داده به اسرائیل الان. برای 2 روزی هم یه گروه نیابتی اصلی اونا. یه روزی، حالا این از اون پیش بینی هست، یه روزی شما خواهید دید 2 روزی ها امثال ممکن تا موقع جولانی نباشه، اصلا ممکنه باشه، هر کی تو اون حکومت باشه 2 روزی ها همه رو میندازن، روزی که قدرت بگیره. چون اصلا اصل نیابتی اسرائیل این 2 روزی ها، بقیه رو براشون فائق میان. حالا اون مال آینده است. بله. اما حالا میخواد چیکار کنه؟ یه بخش پس شد لبنان که با ارتش جولانی از بالام خودش، این فشارهایی که این روزها روی حزب الله میبینید و این اتفاقاتی که تو جنوب لبنان داره میفته که هی با پرنده هاش میزنه، پیش درآمد همینه. زمان بعد شرایط مناسب باشه که لانچ کنه، شروع کنه. سر مرز عراق و سوریه هم شما دارید میبینید که گروه های القاعده و داعش رو، هسته هاش رو فعال کرده. 30,000 داعشی تو زندان های اون منطقه هستن که به رمز عین آمریکایی آزاد میشن به راحتی. از زمین باز اینا میرن، از بالا اسکادران پهپادی میفرسته. اصلا نیاز به جنگنده و اینا هم تو هیچ کدوم اینا نیست. حالا ممکنه بفرسته ولی نیاز خیلی پهپاد میفرسته، میاد که مراکز هشت و همینطور ارتش عراق رو مورد هدف واقع بده، از بالا از پایینم. بعد اینها ما چی؟ نمیاد کاری بکنه که ما هم موشک بارانش کنیم، هزینه بده. میاد راههای مواصلاتی مرزی رو سر مرز سد میکنه، یعنی با بمباران.
به این ترتیب او میتونه با چند اسکادران پهپادی با هزینه بسیار اندکتر، بدون اینکه بخواد نمیدونم تانکر سوخرسان و چه بیاره، با استفاده از نیروهای نیابتیش، داعش، جولانی، بقیه، آنکادره سعی کنه که محور مقاومت رو تضعیف کنه. حالا روی زمین ما خیلی سریعیم اصلا محور مقاومت. ما چرا پس این کارو میکنه؟ ما یه بار 10 سال پیش هم زدیم اینا رو ترکوندیم با بیش از 100,000 تروریست. بعد این محاسبه هم باید بکنه اگر یه موقع ما رفتیم و جلو رسیدیم ممکن از سوریه به لبنان دوباره یه خطی باز شه. درسته. خب چرا پس این کارو میکنه؟ دلیلش اینه، میگه آقا با طوفان و الاقصی 2 سال منو فرسایش دادی، مهاجرت معکوس صورت گرفته و با جنگ با ایران تشدید شد، اقتصادم ضعیف شده، ارزش شکل واحد پولم پایین اومده، ضربات اطلاعاتی نظامی به هم زدی، هیمنم و ریختی، منزویم کردی در جهان. شهرک های که توش استارتاپ ها و دانش بنیان ها تو خط شمالی زیر مرز لبنان بوده تعطیل کردی، نیومدن. همین الان ایران 2 تا پارک فناوری زده که قلب تل آویو بود، کلی از ساختموناش ترکید، خودشون گفتن. و یکی هم تو بیرسب بود. بیرسب یه دونه موشک زدیم، هیچ کدومشون نتونستن، 2 روز مونده به توقف حملات، زدیم کل سیستم تاد، پیکان 3 2 فلاخون همه جا موندن، جلو دوربین خورد، پیام رسید که چی؟ کلا تو این حلقه اصلی وقتی میخواد سلاح‌های جدید یا تکنولوژی جدید تولید کنه، خودش که نمیتونه، هارت و پورته، خودش تو دانشگاه بخش آیتی ارتش بلند میشه میره تو دانشگاه، تیم تشکیل میده، نخبه، تئوری و نظریه رو دیولپ میکنه، ایجاد میکنه، توسعه میده، بعد میدن به حلقه میانی. حلقه میانی همین پارک فناوریان. کیا توشن؟ مایکروسافت، اینتل، انویدا، اوراکل، همه هستن. دل یعنی سخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعی، اونا براش این کار رو انجام میدن. بعد که قلق گیری شد میدن حلقه سوم خود آیتی ارتش، اونجا سریالی بخواد درست کنه، هر کاری بکنه. موشکا که خورد، پیام موشک، یه دونه موشکا جلو مایکروسافت پیامو گرفتن که ایران گیر داده به پارک فناوری، جمع کردن رفتن. چطور این ور آب همه میپرسن آقا جنگ میشه، اون ورم همه دارن همینو میپرسن آقا جنگ میشه. نمیاد طرف دانشمندش، اینا آمریکاییه، میگه آقا برو بریم، هر وقت اینجا ساکت شد من میام. تعطیلشون کرد. خب فرمودید که داره این کارا رو میکنه که بگه 2 سال اونجا منو گوشه رینگ انداخته بودی، حالا نوبت منه. آها، اصل داستان اینه. حالا تو برو تو فرسایش، من برم ریکاوری، تا خودشو برای 2-3 سال ریکاوری کنه، برسه به اون نقطه‌ای که من میگم پایان دوره، تا قبل از پایان دوره ترامپ، 3 الی 4 سال یه جای اونجا. من این سناریو رو خیلی 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 محتمل تر میدونم و قطعی میدونم. حالا اینکه بسته به شرایط و اقتضاعات زمان که میخواد 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 6 ماه، 1 سال، اما تا 3-4 سال دیگه برخورد اصلی رو که به خود به وجود بیاره اتفاقا از این طریقه. خب الان 2 تا سوال همزمان به وجود میاد. یکی اینکه شما گفتید که آمریکایی‌ها دارن مثلا تحرکاتی انجام میدن، دیروز پریروز خبر اومد انولاسد رو تخلیه کردن، بعضی از دوباره دیروز شده بعضی از سفارت‌های اروپایی تو تهران تعطیل کردن. البته بعدش خبر اومد که فیک، آره، یکیشون که حداقل قبل جنگ رفته بود آلمانا و هنوز برنگشتن. آمریکایی‌ها برای چی دارن تجهیزاتشون و نفراتشون رو از دم دست خارج میکنن پس؟ گفتم یا میخواهد حمله کند یا میخواد نمایش بده که تهدیدش باورپذیر شه. خب من اگر بخوام بخوام فشار بیارم، دقیقا همین کارو میکنم. اگه نخوام حمله بکنم یا بخوام، فرقی نمیکنه. بله، نمایش حمله رو میدم جوری که باور کنید. شما وقتی تجربه داشته باشید، این تاثیر روانشناسی ها، یعنی علم پشتشه، چیزای خیلی عادی رو هم حتی اگر یک تجربه شوکه کننده ای مثل جنگ داشته باشید، ذهنتون از اون به بعد هر اتفاقی بیفته وصلش میکنه به اون. مثلا در ایران سالانه هزاران نشت گاز شما داری، خونه، آپارتمان، چی اصلا خیلی عادی، اصلا کسی گوش نمیکنه، جزء اخبار نمیاد مگه کشته ای خدا نکرده چیز داشته باشه. اما به محض اینکه جنگ میشه، تا یه جا نشت گاز میشه، او زدن، چه حساب زدن، با کدوم مدرک، با کدوم سند، اونورم ضد انقلاب میریزه رو حال شبکه اجتماعی و رسانه هاش چرا؟
چون تو این اتفاق جدید رو وصلش میکنی به جنگ. حالا چندین اصل روانشناسی پشتشه ها که یکیش هالو ایفکته. ذهن ما آدما جوری اصلا مغزمون جوری طراحی شده در طول تاریخ که روایت دوست داره، قصه دوست داره. بله. چرا؟ دانسته هاش مثلا بهش میگیم N، X، هر چی دوست دارید اسمشو بذارید. اگه قرار چیز جدیدی رو یاد بگیره، مرتبط کنه، بعد یه چیزی باشه که به این N ربط پیدا کنه، یه درجه بالاتر باشه، یعنی N به علاوه 1. به اینا رو به هم زنجیر میکنه. وقتی یک بار این اتفاق براش میفته، تو جنگ میبینه، حالا دیگه هر اتفاق ساده ای رو مرتبط میکنه به این خیلی مهمه. همین اتفاقات تاثیرگذاره، یعنی تو جنگ‌های شناختی و عملیات روانی از این اصول کلی استفاده میشه ها، تو بحث‌های تبلیغاتی، شناختی و غیره. حالا بحث سر اینه، من اگر نخوام حتی به جنگم، میگم عین اون کارهایی که سری پیش کردم میکنم. شما تا من یه تانکر ببرم بیرون میگی بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد بجنگه، میخواد بزنه. حالا ممکنه واسه واقعا بخواد این کارو بکنه ها، من چیزی نمی‌دونم. ترامپ یه جوری شده اصلا تازگی هر جا میره، مثلا گلف هم میخواد بازی بکنه، میگه که ما هسته‌ای ایران رو زدیم ها. یه جوریه که خودش هم انگار اعتماد به نفس نداره، هی داره میگه و هی دوباره خبرنگارا از اون میگن اتفاق نیفتاده. این سر لج بیفته دوباره، مثلا فاکس نیوز هم زیاد نگاه میکنه بعد بگه که بریم بزنیم. ببین حالا گفتید اولا که خودشیفته است. آره به شدت. خب اصلا رمز کار پیدا کردم، میگن آقا این ازش تعریف کنی بهتر گوش میکنه. دیدی دیشب پریشب بود چجوری نشسته بود، یه هفته رو مثل بچه مدرسه‌ای جلوش نشونده بود، خودش میگه خود تو حرف بزن. بیچاره ماکرون مثلا نفر اول که حرف زد، زلنسکی حرف زد، نفر دوم که حرف زد، ماکرون رو کرد به این گفت من میخوام حرف بزنم، مثل چون میدونست ماکرون مخالف، خیلی حامی زلنسکی و مقاومت ایناست، نیگرش داشت تا نفر پنجم ششم این سرخ و سفید شد، اعصابش خورد شد. برای همین موقع عکس انداختن دستو تو جیبش کرد که یعنی اعصابش خورد کرد. و بعد هر کی موافق مثلا میگفت آتش بس، میگم حالا بالاخره یه جوری رد میکرد طرفو. خب این که آدم دارای ثباتی نیست، ولی یه چیز جالب بگم، اولا میگفت زدم ایرانو له کردم، تموم شد. آره هسته‌ایش تموم شد. اون وسطا یکی بهش اصرار کرد، یه روز تو کنفرانس خبری با نتانیاهو اینا هم فکر می‌کنم بود، گفت آقا شاید نزد دستگاه اطلاعاتی همه میگن که تا حدودی از 2-3 ماه تا چند ماه عقب انداختی، اگه ایران بخواد دوباره، حالا اگه ایران سرعت بخواد بده به کارش، نخواد که تا ابد همجوری نگرش می‌داره، شاید ایران جای دیگه کاری میکنه، شاید نه، به قول اونا. گفتن آقا شاید نزد. گفت خب باشه، اگه نزده باشیم دوباره میریم، اگه نزده باشیم. هنوزم که معلوم نیست چه خبر. جدیدن 3 روزه هم او هم نتانیاهو از چند تا موضع عقب کشیدن. خب اول ترامپه که میگه مطمئن نیستم، پریشب به فاکس گفت تو مصاحبه، گفت مطمئن نیستم که هسته ایرانو کامل زده باشن. بگید تا من نظرمو بگم. خب دوم نتانیاهوه، وقتی دیدن تشعشعی در زیر زمین نیست، زیر زمین فوردو و نتنز نیست، از موضع اولش عقب نشینی کرده، میگه که این 400 خورده کیلوگرم غنی شده، مواد غنی شده، اصلا این هدف ما نبود، ما نمیخواستیم اینو بزنیم. یه چیز دیگه هم گفت، اصلا ما نمیخواستیم اختشاش درست کنیم. از صبح تا شب هم میگفتی بریزید بیرون، بیرون، من دارم میزنم. همین الان رادیو تلویزیونای وابسته بهش، ست انقلاب، چپ و راست میگن بریزید بیرون. به خاطر اینکه به خاطر نتانیاهو بخواد بیاد. خب چرا عقب نشینی کرد؟ جایی که شکست خورد، نمونهش اختشاشه دیگه، نتونست درست کنه، الان پس کشیده، میگه اصلا جزو هدفم نبود، غنی شده رو نتونست بزنه. آره ترامپ هم همینه. حالا ممکنه شما سوال دین باشه که شاید بهانه داره جور میکنه. یعنی بعضی وقتا اینطوریه که میگن نزدیم که دوباره بخوان بیان بزنن، که چیو بزنه، با کدوم ابزار بزنه، چیو بزنه. بیا فرض کنیم که گفتم فوردو رو نتونسته برسه به عمقش. بله خب قوی ترین بمبش انداخته، GBU 57 انداخته دیگه، میخواد چیکار کنه؟ اگه زده که زده، اگه نزده نه. و بعد یکی نیست بگه اگه تو نزدی چرا تو روی کل پنتاگون و DIA و اینا گزارش اطلاعاتی ایستادی؟ سوال دیگه. من دارم عرض میکنم با منطق نظامی آمریکا، بله الان شما ادواتو نگاه کن تو منطقه خودشون، اسرائیلیا دیدم یکی از سایتاشون دیروز یکی از روزنامه‌هاشون زده بود که آمریکا به اندازه کل قاره آسیا اومده تجهیزات برش آورده اینجا.
اوکی، از سر جنگ آورده باشه، خیلی خوب. با کدوم هدف؟ هزینه‌اش بیارزه. بله ممکنه یه کسی بگه آقا اینا میخوان بزنن 3 ماه با 4 ماه با ایران ناامنش کنن. خب هزینه سنگین براش داره، اونم با کاری که ما از روز اول تا 12 کردیم. درست. قدرت آتیش بهتر، میزان موفقیت بیشتر. خب حالا باز من تکرار میکنم و میگم آقا تحلیلگرا به قول شما هر کی هست میگه آقا میزنه. و حالا مردم، اینم من بگم به تو، بفهم، گفتم ماها که نه فالگیریم نه رمالیم، که تا نظرات خودمون رو میگیم. کسی نباید زندگیشو رو نظر اونی که میگه میزنه یا منی که میگم نمیزنه رو این ببنده. زندگیشو باید بکنه. بله. الان به خاطر همین حرفا که میزنه فلان میکنه، بازار، بورس، اینا همه موندن رو زمین و هوا که خاله چه کنیم. بله. خب این که خیلی بدتر از خود درگیریه که راکت موندن بازار. آره دیگه، اون قشنگ داره میبره رو پل با همین خبرهای این شکلی که کاملا بلا تکلیفی دیگه. یعنی شما یومیه زندگی میکنید، فقط شیر و ماست و نمیدونم نون و اینا میخرید، بقیه همه چی متوقفه تا ببینیم که چه اتفاقی. حالا یه مسئله، اولا پیشنهاد خود من اینه که آقا زندگی تو بکن. این حرفا چیه؟ جنگ بود، چون ما دوران جنگ 8 ساله رو دیدیم. آخه شاید نسلی باشن که تجربهش رو ندارن زیر 40 سال. اولا زندگی تو بکن. حالا نگاه من اینه که نه نمیشه. شد مگه اون دفعه رو ندیدی؟ خب باشه، خود تو تطبیق می. فوقش نه میخوای نه حرف اونو، اصلا میخوای حرف اونایی که میگن میزنه رو در نظر بگیری. خب معلومه که کی؟ یه ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 2 هفته دیگه میخوای زندگی تو کن فیکون کنی؟ نکن آقا، برنامه ریزی کن برای یه هفته، 2 هفته. اینم یه جور سبک زندگیه. به قول یه عزیزی، یه دوستی دارم میگه که اینم یه جور سبک زندگیه. برنامه ریزی کن برای 2 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سالت. اهدافی که از قبل داشتی برای سال آینده، بله، اون حفظ کن. حالا برای 2 ماه، 2 ماهت هم اگه میتونی، یعنی برو مقاطع کوچیک‌تر. بله. زندگی تو کن فیکون نکن. بخواد از زندگی شخصی رو میگم اصلا جدا از اقتصاد کشور، زندگی آدم نباید که او الان هدفش اینه و بعد داره از بخشی متاسفانه از بچه‌های قلب صاف، اصلا من میگم، یا هر چه این جناحی چه اونجا، داره استفاده میکنه. اینا متخصص خبر، عملیات روانی، جنگ شناختی نیستن. ادمینن. بعد بعضیشون لیبلای چیزی هم دارن که بهشون اعتبار میده. بله. ولی کانال غیر رسمی هم، مثلا رو تلگرام، رو هر جا، رو توییتر، تا اونم بلده دیگه، دندون اینا رو شمرده. آره. خودش خبر میده مثلا ما 2 تا هواپیما سوخرسان بردیم. اینا میریزن میزنن. سیاست رسانه‌ای نداره. کشور هم سیاست رسانه‌ای، من بارها گفتم، سیاست و راهبرد رسانه‌ای درست در برخورد با این مسائل رو نداره و اعمال نمی‌کنه. شبکه اجتماعی هم که غیر رسمی دیگه بدتر. بله. میشن پیاده نظام خود اون. من مخصوصا میگم بشنون دوستان که آقا شما هر چیزی که از اون ور اومد و نزن، یه دروازه برو، یه فکر راجبش بکن. یا اگه متخصص نیستی برو مشاوره بگیر بالاخره، که و الا شما داری در چارچوب بازی او بازی میکنی. ما یکم از این داستان شهوت خبر، شهوت سرعت که من اول فالوور گیری، نمیدونم لایک گیری، از اینا بکشیم بیرون، ویل کنیم این حرفا رو. بیایم یه مقدار به منافع ملیمون، اینم فقط برای کانال و اینا نمیگم، ما در سطح سیاسیمون هم بدبختانه اینجوریه. بله همینطوره. یعنی این شهوت فالوور و پایگاه اجتماعی و دیده شدن و دوباره رفیق پیدا کنیم، فالوور پیدا کنیم، بله. این خیلی چیز بدیه، خیلی چیز بدیه. اینو باید ما جبران کنیم، درمان کنیم در خودمون، از من تا بقیه. بسیار خوب آقای دکتر، 5 دقیقه اینجا، 10 دقیقه هم اونجا، 1 ربع زمان داریم. حالا شما فرمودید که دشمن داره این تلاش‌ها رو میکنه، میخواد ما رو محاصره بکنه. سناریوی ما چیه؟ تو حوزه دیپلماسی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه فضای اجتماعی، فرهنگی چیکار باید بکنیم؟ بعدش هم گفتید مردم هم بالاخره یه ذره کلافه‌ان، انصافا حق داره. تو حوزه نظامی آیا فقط مثلا رو موشکی باید کار بکنیم؟ نه، من اگه یه جا خاطرم جمع باشه اون نظامی است. الحمدلله. چون میدونم من چیزی که میگم میبینم و میگم. بله. شاید هم نمیدونم بعد نباشه گفتنش. ما وامدار این بچه‌های هیچکی نمیبینه اینا چی کار میکنن.
خدا قوت بهشون. بذار یه صحنه‌شو برات بگم. آره بگیم. ببین موشک رو که میخوان ببرن که اینجوری نیست که بذارن رو لانچر راحت. موشک باید بره جایی اون نزدیک اونجا که میخواد بزنه و اینها اسمبل بشه، سر هم بشه. توی اتاقی، سالونی، سوله‌ای، اونجا هم برای ایمنی خود بالاخره مواد منفجر موشک، هم به خاطر اینکه رهگیری نشه تجهیزات برقی رو باید خاموش کنه، از جمله کولر گازی و کولر آبی حتی برق میبرن. کی؟ چله تابستون. موشک هم یه دونه نیست، هر کدومش کلی ساعت طول میکشه تا اینا اسمبل کنن و اینا تو اون چله تابستون. تصور کن توی یه جای دربسته‌ای. خب عرق میکنه تو گرمای تابستون. کار هم اینجوری نیست که بگی خیلی خب 4 تاست میره، نه، یه دفعه میبینی تو 24 ساعت جنگه، تو باید همینجوری موشک آماده کنی و برای اینکه نباید تعداد نفراتم زیاد بشه و اینها. گاهی اینها انقدر خسته میشن تا این تریلیه بره بیرون، اون یکی دنده عقب بیاد تو، مثلا سر پا روی همین جرثقیلا و اینها میافتن، چرت میزنن، یه رو به دوره برگردن، بعد شارپ باشه طرف ذهنش کار. بله. تو این گرمای تابستون انقدر عرق میکنن، عرق سوز میشن، میخارونن، انقدر خون میفته، خون زیر بغلش جاری میشه، رو پاش جاری میشه. با این غذا براشون مهیاس اگه بخوان، میدونی چی میخورن، فکر میکنی چی هستا، مهیاس، بالاخره دیگه باید باشه، این نخوره کی بخوره؟ من بخورم. فکر میکنی چی میخوان؟ میگن هیچ چی نمیخوایم، نون و ماست میخوایم که خنک شیم. اینا اینجوری کار میکنن که من و تو راحت اینجا بشینیم، بعد اون وقت با هم وایسیم نمیدونم دعوا کنیم فلان کنیم. ما شهدامون به جای خود، به اینا روز قیامت سر پل صراط به همشون بدهکاری. میگم انقدر میخارونن 24 ساعته داره کار میکنه، خنک نمیشه که رهگیریش نکنه به نزندش. انقدر عرق سوز میشه این بدن، لیچ میفته، میخارونه، خون سرازیر میشه. این مشمول ذمه ایناییم ما. اینا اینجوری کار میکنن، یعنی بچه های درجه یک ما، چه اونی که میسازه، چه اونی که اسمبل میکنه، چه اونی که شلیک میکنه، میدونه که هر لحظه مورد اصابت ممکنه قرار بگیره. بله. خب من از اینا خاطرم جمعه. الحمدلله. نظامی رو تیک زدیم. بچهای پخش دمتون گرم. 5 دقیقه به ما دوباره زمان دادن. ما تا 9:00 بینندگان محترم با شما هستیم. دمتون گرم. اگه تونستید بیشتر هم یه ذره زمان به ما بدید که ما خیلی ممنون میشیم. ممکنه زمینی دریایی باشه یا نباشه. من قبلا هم گفتم، اصلا نیاز به گفتن من نیست. خب اسرائیلی آمریکایی خوب میدونه مثلا معنای حضور آقای پاکپور در فرماندهی سپاه یعنی او آدم عملیاتیه. خب آدم سخنران و اینا عملیاتیه، ثابت کرده تو جلوی گروه‌های تروریستی تو غرب کشور و خیلی جای دیگه. یا آقای کرمی، من بارها گفتم نیرو زمینی، سوابقش، تز فوق لیسانس دکتراش، کار کردنش با حاج قاسم، با مدافعان حرم، اصلا تزش روی حجمه و آفنده، این دوتا و خیلیای دیگه که بمونن، اینا اصلا ترکیبشون ترکیب آفندیه. آقای رحیم صفوی دیروز پیروزه صحبتی کرد، به نظر من تو همه حوزه‌های سایبری غیره نظامی بعد آفندی عمل کن. تاکتیک این دفعه فرق میکنه. من نمیدونم چه فرق، نبایدم، هیچ کی نباید بدونه که چه فرقی میکنه، ولی حرفای امیر موسوی داره میگه که میزنم. بعد امیر موسوی هم میدونی که چه جوریه، که اولا آدم بسیار دوست داشتنی، متواضعیه، بسیار عالمه، بعد آدم رجزخونی نیست. خب اصلا تیپن اینجوریه که آدمیه که اصلا رئیس ستاد باید اینجوری باشه. آقای باقری هم همینطور بود، خدا رحمت کنه ایشون. خیلی دیگه هم حتی ما توی بخشی از مثلا نظامی و نیاز داری رجز هم کسی بیاد بخونه، ولی رئیس ستاد نه، نباید اینجوری باشه. ایشون اینجوری نیست، چون تهدیدش تهدیده،
توپی که میزنه، شوخی هم نداره. من از اینا خاطرم جمعه که اونی که دستش برمیاد همون جوری که گفتم تا پای جونشون وای میسن کار انجام میدن. بله. میمونه سمت دیپلماسی و بقیه و اینا که بایستی از دستگاه دیپلماسی اون بپرسی که برنامه‌اش چیه، چه برنامه‌ای رو داره میره. حالا با اومدن آقای لاریجانی توی شعام، دقیقاً می‌خواستم الان همین رو بپرسم. آره، با اومدن او سوابقی که داره، نه فقط تو مجلس بلکه به عنوان دبیر شورا بوده قبلا، بله. مذاکره میکرد با خاویر سولانا و غیره، حالا بوده دیگه، یعنی او رو پرونده این اشرافه رو داره، مذاکرات رو میفهمه، با دولت و بقیه هم میتونه کار کنه. به نظرم میاد که یک عقل منفصل از وزارت خارجه، حالا با هم ربط دارن، مسئول پرونده همیشه شورای عالی امنیت ملی بوده هست، مجری باید وزارت خارجه باشه دیگه. بنابراین حالا با اومدن او این وزنه سنگین‌تر هم میشه که یک مسیر عقلانی درست ترسیم بشود که میخوای چه کنی. ما یه سری کارهای دیگه است که باید انجام بدیم. چی؟ من حالا چون اینجا وقت نشد بگم توی جریان گفتم که آقا این ترورها جاسوس به جای خود باید گرفته بشه، میگیرن، خیلی هم مهمه، ولی کنار شما سخت افزار و نرم افزار داری، همین موبایل‌ها و اینها که تو تولید نمی‌کنی، چینی، آمریکایی، ویتنامی، کره جنوبی ایناست. خب نرم افزارت هم همینطور از دور میتونه روشن کنه، فلان کنه. بله. حالا اینا به کنار، شما ماهواره نظامی میخواهی، 250-60 تا ماهواره نظامی در اسرائیلی، تجاریان کمکش میکنن، نظامیای دیگه هم کمکش میکنن. شما خودت دیگه باعث افتخارم هست که بچه‌های ما دستنها جلو کل ادوات و تکنولوژی غربی که داره و ناتو میرسه به اسرائیل تو این جنگ استفاده میشه، تازه بازم نمیتونه آمریکا میاد درش بیاره. باعث افتخاره بچهای خودمون دارن این کارو میکنن. اینا نوابغ دانشگاه‌های صنعتی خودمونن. بله. هر کدومشون خارج نمیخواد برن، ما با همینجا شرکت نمیخواد بزنه، بره یه شرکت کار کنه که اصلا رئیسش هم انقلابیه، چند برابر حقوق میگیره. بهشون هم آنچنانی نمیدن که فکر کنیم مثلا خب شیکم سیره، نه اینجوری نیست، مثل همه مردم معمولی داره زندگی میکنه و حقوق میگیره، گاهن احتیاج داره، ولی وایساده پاکارش و چیزی برای تو میسازه که از 2000 کیلومتری یه هدف تو فیلم ها اومد همون موقع، قشنگ معلومه خودمونم گرفتیم، قشنگ ماشاءالله دست نمیلرزه، ما اون کسی اونجا نمیدونست ما میخوایم این پست برقه رو بزنیم که بله. معلومه که خودمونه. یه مثلا هدف 3x3 رو زدیم. خیلی از 2000 کیلومتر، من همیشه میگم فکر کن مشهد یه لامپ LED روشن کنن از تهرون بهت بگن با تکتیر انداز اینو بزن، از تو نمیبینی که بزنی، تازه پدافندم داره ضدت کار میکنه. این باعث افتخار این بچه‌ها دارن این کارا رو انجام میدن دیگه. ما تو ماهواره نظامی سرمایه گذاری باید بکنیم، هوش مصنوعی، چیزی که حضرت آقا بارها داره میگه. بعد از وعده 2 ایشون چی گفت؟ یه سخنرانی که گفت اگر جهش علمی داشتی، پیشرفت سریعتر علمی بود، اون وقت اسرائیلیه به خودش اجازه نمیداد که بیاد تجاوز کنه. بعد از وعده 2 گفت. بارها این مسئله رو تکرار کرده. بعد از این داستان توقف حملات که ما اش نمیگیم آتش بس، به خاطر اینکه پروتکل رو بنویسی و اینها، ما اصلا اونو به رسمیت نمیشه چیزی بنویسیم، با آمریکایی هم ننوشتیم، فقط توقف حمله است. خب می نوشتیم خیلی فرق نمیکنه، اسرائیل کسی نیست که با تو آتش بس، صلح، این چیزا چه میفهمه، هر کی دلش بخواد داره میکنه. خب این خیلی مهمه که حضرت آقا اومد با خانواده های شهدای این 12 روز دیدار کرد. اصل شابیت غزلش این بود، گفت این دشمن اینا میخوان دانش و دین ما بزنن. دانش، دین. این همه مدت داره تکیه میکنه، میگه آقا برید رو لبه تکنولوژی، من اینجا احساس خطر میکنم. خب حالا یکی میگه نمیدونم نظامیمون چی شده، که میگه وزارت خارجه‌مون چی شد. من رو هیچ کدوم اینا، من احساس خطرم، چون من دارم افق 3-4 ساله و به بعدو میبینم، من احساس خطرم رو هوش مصنوعی، لبه تکنولوژی و آیتی، سایبر، حوزه هوافضا، مخصوصا ماهواره. کشور بایستی، چطور یه روز میریختن تو خیابون انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست 20 سال پیش ها، کشور نمیگه حال برس تو خیابون هر جا
ولی اتفاقا اشکالی هم نداره هر جا آقای رئیس جمهور رفت برن ملت تقاضا کنن مطالبه. این حق مسلم ماست، این امنیت میاره، این آینده است. قابل توجه این که تو همین جنگ اخباری هست و من نه تایید میکنم نه رد. خب ریز پرنده هاش داشتن با هوش مصنوعی با ماهواره کار میکردن، یکیشون لیدر بوده بقیه دنبالش، بهش میگن حملات سوارم، یعنی یه دفعه شما مثلا 1000 تا ریز پرنده با هم یکی لیدر، اگه اون لیدر رو هم بزنه یک دیگه لیدر میشه. خب داره کار میکنه. ما پهپاد خیلی خوب میسازیم ولی فکر نکن 5 سال دیگه اگر هوش مصنوعی نشی 5 سال دیگه فکر کن پهپادامون مثل هم اصلا خوبه، نمیگیم هم او برتر یا فلان. بعد تو اپراتور خلبان داری از اینجا نشسته، او با هوش مصنوعی. ما هوش مصنوعی فقط نرم افزارش نیست، سخت افزارش رو به چینی هم نمیده، به انویدا و اینتل میگه نه نباید بدی. بله. اونی هم که میده یه نسل قدیمی ترش میده. درست. ما دنبال سخت افزار و نرم افزار هوش مصنوعی، اپلیکیشن های مختلفش. ما بایستی سرمایه گذاری درست درمون کنه، هم اقتصادی برامون راه داره خیلی برامون آورده داره، هم نظامی و امنیتی. ما رو این حوزه ها باید بریم کار کنیم. وقت هم نداریم، وقت شوخی هم نداریم که آقای رئیسی باش کلی صحبت شد که ستاد هوش مصنوعی زد و فلان اینا، بعد تو این دولت یه رده آوردنش پایین‌تر، آوردنش زیر مجموع معاونت علمی فناوری. حالا صلاح مملکت خیش خسروان دارن. مملکت خیش نیست؟ آره مملکت ما هم هست دیگه. آره طلبکار که هستیم حتما، ولی اصلا بحث من یه چیز دیگه است. میگم زیر مجموعه اینا که مثلا نعناداغ رو آششه، اصل آشو درست کن. اصل آش اینو بذار اولویت روش سرمایه گذاری کن. هوش مصنوعی، ماهواره، آیتی، سایبر، رو لبه تکنولوژی، علوم جدیدتر خیلی علوم دیگه هم داره. برو رو اینا مطالبه آقا هست، مطالبه من هست، من آدم این رشته، مردم و اصلا امنیتته، امنیت آتیت، آیندت با ایناست. برو رو اینا کار کن. من خیلی ناراحت میشم یه دفعه میبینم مثلا یه بخشی از جامعه علمی کشور مثلا خب با نگاه‌های سیاسی میزنن تو کار سیاسی. میگی برو جاسوس رو بگی، خب برو بگی بابا من به حرف توئه، دستگاه امنیتی ریخته داره میگیره تا دلت بخواد. اون کار خودشو میکنه، امنیتی بلده چیکار بکنه و میکنه. بعدم مملکت صاحب داره، حساب کتاب ازش میکشن. مگه اینجوری نمیگم نگو، اصلا دوست داری بگی برو بگو، اب نداره. بیانیه‌ای که میدی نصفش اینو بگو، تو هم بالاخره جزء آحاد مردمی، چه فرقی میکنه حالا جامعه. ولی ازت توقع میره به عنوان جامعه علمی بیا بگو هوش مصنوعیم چی شد، بیا بگو ماهواره‌ام چی شد، سایبر چی شد، علوم دیگه، علوم لبه تکنولوژی چی شد. دنبال اینا باش. این که چشمتو بدی به 4 تا F-35 و الان و گذشته و تکنولوژی 10-20 سال 30 سال پیش و اینها که تو رو به جایی نمیبره. که آینده رو ببین. من اینجاست که احساس خطر میکنم و ازش مطمئن نیستم. هر چیز دیگه ای رو بگی میگم ازش مطمئنم، الان نشه درس میگیریم درست میشه فلان میشه. تو همین 12 روز مگه ما خطا نداشتیم؟ مگه آسیب نداشتیم تا دلت بخواد؟ نمونهش بهترین بچه‌های این مملکت، فرمانده‌های این مملکت که شهید شدن. درس میگیریم، همه درس میگیرن. لبنانی پیجر درس میگیره، همه. اسرائیلی فکر میکنید اینجوری بود؟ 2006 شکست خورد از حزب الله، کمیته حقیقتیاب وینوگراد گذاشت 7-8 ماه طول کشید، نتایج که اومد بیرون کلی فرمانده اخراج و جابجا و زندان. ایهود اولمرت نخست وزیرش رو زندان کرد سر این داستان. چه کار کرد؟ 20 سال کار کرد، 17-18 سال کار کرد. بعد اومد این تحولات منطقه، از اون شکسته درس گرفت. ما شکست نخوردیم اما ما هم آسیب دیدیم، همونطور که آسیب زدیم. خب حتما من معتقدم تو همه این حوزه ها بله، ولی اون جایی که منو خیلی نگران میکنه همین مسئله علوم مربوط به لبه تکنولوژی. بله. ولی آقای دکتر این حرف درستی بود. یه بار هم فکر کنم تو برنامه خودمون گفتیم که ما یک چشم‌اندازی داریم که باید به اونجا برسیم. طبیعتاً 40 سال صبر کردیم، حالا 5-6 سال دیگه هم روش که حتما اونجا رو ببینیم و بگیریم، اونجا بایستیم.
ولی بالاخره اقتصاد رو هم، معیشت رو هم نمیشه واقعا ازش گذشت. نباید گذشت. کی گفته خیلی خب، آره دیگه. بگذریم؟ ببین شما میگید که ما رو لبه تکنولوژی حرکت بکنیم. الان حالا موضوع آب واقعا دست کسی نیست که بگیم آقا کی گفته؟ شیر آبی از یه جایی باز کن 100 دو مثلا پرش کن. شما نظر دیگه دارید؟ ابرم نمیتونید باور کنی. چطور پارسال وسط تابستون تو تهران خب بارون میبارید، همه میگفتن مگه تو تابستونم بارون میاد؟ همه فهمیده بودن چه خبره. امسال الان هفته پیش 2 بار ابر اومد، اصلا 3 هفته پیش 5 هفته. این هفته پیش که مثال میزنم چون یه بارم ابر پربار همچین خاکستری هم داشت. آره. یه قطره نیامد. چطور پارسال یه وضعی پیش اومد، سیل جاده چالوس و از آن توی فصلی برداشت برد و صد و فلان، که امسال کی گفته نمیشه؟ برن ریشه یابی کنن، برن دنبالش تو وزارت نیرو ببینن چرا نمیشه. آقای حالا شاید دوستان که تو بخش نظامی کشور هوافضا یه دقیقه این کارا رو میکردن، شاید راضی نباشن بگم من بگم، برای همین تو جزئیاتش نمیرم، ولی تو وزارت نیرو این کارا انجامش دور آقای مهرابیان دعوت کنید ازش بپرسید، بگید شما پارسال چیکار میکردی، امسال میشه نمیشه. بله. اصلا اونو ولش کن. همین الان سخنگوی صنعت آب مگه نیومد گفت که ما سریای کاهنده داریم از 25% تا 70%. اون 70% یه گرونه، ولش کن. 25% کمبود آب تهران 25% دیگه. سریای 25-30% اینا ارزونه. آره. چرا؟ من سوالم واقعا اینه از وزارت نیرو، آقا می‌خواستی لامپ کم مصرف و چیز کنی، مگه مفت نمیدادی؟ بعد بله. اومدی تهاتری، بعدم پول گرفتی. بله. الان هم که با گرونه سوبسید. هستن. چرا نه به هر خونه‌ای 3-4 تا از اینا نمیدی؟ از رو قبضش هم کم کن. بله. از رو قبضش کم کن. 25% آب جبران میشه دیگه. حرفمون یعنی طول میکشه دیگه، زمانمون داره تمام میشه دکتر. 25% در شبکه آبرسانی تهران ما تلفات آب داریم، یعنی به جای اینکه مردم رو فشار بدیم که 10% کمترش کن، شبکه آب رو اصلاح کن، 25% خودش جلوگیری می‌کنه از هدر رفته آب. اون کلی طول میکشه آره تا جابجا کنی. آره. بابا این کاهنده چیزی نیست. ببین یه سری واشر داریم، بدبختی اینه که آب رسوب میکنه، وگرنه این واشرها که دیگه در حد مفته. اینا رو که میتونی شما همینجوری بین مردم بدی 20% آب. کلا منظور این بودش که یعنی حواسمون باید به معیشت هم باشد، نه لزوما حالا بحث آب. اتفاقا این لب تکنولوژی برای معیشته، فقط امنیت نیست که آخه. قربونت برم، این برای معیشت مردم هم هست. شما اگر تو علم و فن بشی جزو بهترینای دنیا باشی تو این حوزه ها، همه بهت احتیاج دارن. درسته. تحریم پذیر نمیشی اصلا، نیاز به تکنولوژی تو دارن. ایرانی هم که مخه، بلده از هیچ همه چیز، این موشکش، اون نمیدونم ماهواره که بالاخره فرستا، اون نمیدونم هسته ایش، نانو، لیزر، بله. پزشکی، هر چی که درمان سرطان، تشخیص سرطان، چقدر رشته بگم بهتون. ما که الحمدلله وضعیت هوشی کشور که ضریب هوشی میانگین کشور که خیلی خوبه. برو تو این حوزه ها سرمایه گذاری کنی شما، نمیگم تریلیون، سازوکارشو درست کن که بخش خصوصی. بابا من به چه زبونی میگم؟ ولش کن، این مهمه بهتر از چیزای دیگه است که پخش میکنی. این من اصفهان بودم، جوون خوشفکر نخبه کشور. بله. تو حوزه هوش مصنوعی چیزی تولید کرده، مدیونم اگه نگم، چیزی تولید کرده که امارات و قطر سردست میشکنن از آمریکایی بخرن، جنس آمریکایی، اونی که اون ساخته اپلیکیشن اون. بله. کیفیت اپلیکیشن نرم افزار پایینتر، قیمتش خیلی بیشتر. اینی که ایرانیه، این پسر جوون با رفقا و اینا ساختن، کیفیت بهتره. قطر و امارات پشت درن، بهش کلی پول بیشتر میدن چون هم کیفیت بهتره. بله. قیمتش ارزونتره. میگن آقا بده ما، میگه آقا من میخوام این واسه کشورم. به من میگه به کی بگم؟ حالا من به طریق یکی از دوستان به وزیر اقتصاد گفتیم که آقا حداقل یه نمایشگاه دیجیتال بذار اینا همدیگه رو پیدا بکنن. آره. این کجا الان باید بره؟ الان ریز پرنده ها رو مگه نمیگن دنبال اینیم که بزنیم؟ همه دنیا دنبال این ریز پرنده بزنن. خب باز تو اصفهان یه جوونی فیلمش آورد به من نشون داد، خودشون رفتن قبل جنگ اینو شروع کردن، اصلا نمیدونستن، دستگاه ساختن برای شکار ریز پرنده ها. به منم تستشو نشون داد. میگفت آقای فلان من این چیکارش کنم؟ ولی کی باید ببرم اصلا؟ حالا خوشبختانه دیدم وزارت دفاع فراخوان داد. آره. همینجوری خودشون که آره هر کی طرح داره بیاره. گفتم بیا
این خدا به دلت گوش کرد. ولی اون یکی و هوش مصنوعی اینا نشون ما پراکنده کاریم. خب جوون این کشور میشه مثل ماهواره که بچهای امیرکبیر 17 18 تا بودن ماهواره میفرستن بالا یه 7 10 سال پیش. بله. بعد ما ماهواره رو با ماهواره کشیدیم بیرون تو برنامه ثریا. نفر آخرشون اومد نشست که آقا ماهواره ما رو کشیدن پای نمیذارن پرتاب بکنیم، میگن به برجام بر میخوره فلان. ما رفتیم ببین گفت خودم هم رای دادم به همین دولت. گفت ما رفتیم بقیه‌مون رفتن کانادا و دبی، منم رفتم. خب پس ما به فکر اینا باشیم. داریم همین الانش میتونیم پتانسیل رو داریم که اگر ارگانیزاسیون رهبری و سازماندهی درست داشته باشیم همین الان شروع به جهشی بکنیم که حضرت آقا بارها داره میگه جهش علمی. خیلی از شما متشکرم دکتر. امیدوارم که به زودی بتونیم شما رو مجدد ببینیم. بینندگان محترم لطفاً با ما در تماس باشید، نظر انتقاد پیشنهادتون راجع به برنامه رو با برنامه امشب رو لطفاً در بازوی پیام رسان بله به 162 اعلام بفرمایید. متشکرم از همراهیتون. شب خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم. دکتر خیلی لطف کردید، دست شما در نکنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولكل أحرار أمتنا والعالم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.